ساختار الگوریتمی مارکت، ساختاری که بانک‌ها به اون نگاه میکنن. ببینید دوستان، برای ساختار مارکت اونطوری که همه در نظر میگیرن، میان سقف و کف‌های بالاتر رو در نظر میگیرن و اینو یه روند صعودی در نظر میگیرن. این کاملا درسته، ولی همه بر این باورن که وقتی که اولین کف ما شکست، روند برگشته، ولی اینطوری نیست. ببینید دوستان، ما اولین کف و کف قبلیشو مشخص میکنیم، بین این دوتا یه ناحیه است، به این میگن گلدن زون. تا وقتی که این گلدن زون نشکسته، یعنی کف قبلی ما و کف قبلیش نشکسته و زیرش کلوز نداده، روند صعودیه و این ناحیه بهترین ناحیه برای ورودای ادامه دهنده است. ببینید روند کجا میچرخه دوستان. الان ما این کفو داریم و کف قبلیش که شده اینجا. وقتی که قیمت میاد زیر این دوتا کلوز میده، یه روند نزولی رو برای ما شکل میده و دقیقاً همون اتفاق دوباره میفته، برگشت به گلدن زون و چرخش روند و ریزش. حالا من یه ویدیوی کامل از نحوه ورود و مثالهای بیشتر برات آماده کردم، تو کپشن گذاشتم، کپشن رو بخون دریافتش.